یعنی همون سخیمه که چی طور PLC محرک خصوصا محرک رو اندازی میکنه و گفتیم که این دزینگی است. اول PLC با ریله سیگنال میده که ریله مو 24 ولتن، انیخترش 24 ولت دویمی هن. خصوصا چنین نمود ریله است که در اینجا لکه معلوم است که منبع تغذیهش 24 ولت AC و DC است. و بعد ریله K1 است. ریله K1 تیغه خشه بسته میکنه و بعد از بسته شدن این تیغه کنتاکتوری که ایم یکی مو خصوصا کنتاکتوری کلان که محرک تقریبا رو اندازی میکنه طبق نقشه با کار میدرویه. و ما میبینیم که حاضر چی طور فرض با مثل فرض همین سیگنالی که 24 ولت از 60 جوری میشوه تخمینا از قسم خروجی اوتپوتی مدولی PLC با سیمپیچی ای یکی ریلی که یکی مو طبقی همین نقشه پیوست است و که ای سیمپیچی کنتاکتری مو باشد با تیغه بوز رقمی 14 تیغه بوزی ریلی مو و یک تفاز دیگر اومدگی است از منبع با مشترکی ریلی. و میبینیم که چی طور نقشه مو کور میکنه. پرینسیپی ریلی را میبینیم. یعنی فرض کردیم که ما از قسم خروجی یعنی از این قسمت ما با ریلی سیگنال دادیم، سیگنال 24 ولت دادیم و ریلی کنتاکتش تغییر وضعیت میکنه و کنتاکت ریمو را راه اندازی میکنه. یعنی سراول ریلی بعد ریلی کنتاکت را راه اندازی میکنه. و در اینجا اگر نظارت کردگی باشی یک جرقه الکتریکی در کنتاکت های ریله با وجود میآید که این نشونه اون است که سیمپیچ کنتاکت ریمو یکم جریان کلان استعمال میکنه و همین از سبب اساسی یکمه که در خروجی PLC همین سیمپیچ ریله را به واسطه پیوست نمیکنن. اول با یگون سیمپیچ کنتاکت را پیوست نمیکنن. اول PLC یک سیگنال خروجی با ریله میدهد و بعد هم ریله بعد با خودی PLC با خودی کنتاکتر. و سبب دیگرش این است که ریله ما اکثرا خروجی PLC ما 24 ولت است، اکثرا 24 ولتن و خودی کنتاکتر رو باشن 220 یا کی خصوصا از مود 220 یا کی 380 ولت است. یعنی ما از یک شدت دیگر شدت 24 ولت ما یک شدت دیگر که زنجیری دیگر که کنتاکتری ما از منبع 230 تغذیه میگرفت اداره کردیم و به این شکل میشود و این قسمت هم باشد L1 L2 L3 اومده از ریلیز از T1 T2 خروج میشود و به محرک پیوست میشود. این بود پرینسیپی ساده ترین و پرینسیپی عمومی که در PLC ها هنگام سیم کشی و هنگام خصوصا عملی هم اجرا می شود. به شکل زیرین است و این بود یکم درس های آموزشی اویدی ریله ها و نمودی ریله هایی که در زنجیرهای اداره کنی استفاده می شوند و امیدواریم که یکم معلوماتی گرچند کافی نباشد معلومات ابتدایی اویدی ریله هاست، طرز کار ریله، کنتاکتر، ریله های حمایوی، نمودی تیغه ها و خودی PLC که چخیل ما از شدت 24 ولتی که از خروجی PLC خارج می شود ما کنتاکتر را اندازی میکنیم و درس های بعدی که سر می شوند از یک تا قریب 10 درس هستند. اویدی سخیمه های اداره کنی کاملا اویدی سخیمه های اداره کنی
محرک یا سینخرونی در به صورت مستقیم است و اینچنین ستاره سکنج است.